در هفته سه امتیاز در بازی امروزه میتواند که موقع اسقاط را نیز در جدول مسابقه بگیرد. بیاید اکنون بازیگران هر دو دسته را در ورزشگاه از مرکز میدان بازی را شروع کنند. بختیار کامیلوف صدای شکش را بلند میکند و بازی نیز از مرکز میدان آغاز میگردد. پرتاب به خط حمله فرصت پیدا میشود برای دسته اسقاط. بیاید متوجه میشیم به همین امکانیت. ضربه نیز زده شد از جانب بسیار سرعتی بلند دارد حملگری دسته برچی. 6 گل نیز به ثمر رسانیده است در موسم امسال لیگ گولی. امکانیت پیدا میشود برای دسته برچی و چگونه تو به دروازه بریده نمیشود. یک نفر را میگذارد مهران. ضربه مستقیم مهران و پالوتر از دروازه تو میدان دسته اسقاط را اندازی کرده میشود. پس سمتی سنجر رقصیبوی فرصت هست برای دسته اسقاط. دوباره صدای شکش رو بلند کرد و اینجا به نظر میرسد پرتاب اجرا کرده شد و میبینیم که پرتاب ضربه مانندو یک فرصت دیگر ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشود و توپ را داشته میگیرد برای زدن ضربه مهران. یک ضربه دیگر اجرا کرده شد از جانب کمال و خوشوقتوف پرتاب میکنه توپ را به داخل جریمه‌گاه. امکانیت هست و توپ به دروازه وارد نمیشود. چگونه یک فرصت خوب بود برای پیدا میشود برای میزبانان. ضربه اجرا کرده شد نه چندان ضربه قوی و امکانیت پیدا میشود برای بازیگران اسقاط. ضربه اجرا کرده میشود و گل. حساب 1-0. سنجر رقصیبوی با چست چالوکی خود از میان دفاعگران برچی توپ را تسلیم دروازه کوی گوتسون کرد. دروازه‌بان نیز اندکی از موقعش بیرون آمد. بعدن جهوجی عبدالمنان آدمینوف ضربه را اجرا میکند. بسیار یک ضربه قوی. یک دقیقه میتواند که همه چی رو دیگرگون کند. امکانیت پیدا میشود برای دسته برچی. ضربه اجرا کرده شد. یک فرصت دیگر پیدا میشود و اکنون بازیگران دسته برچی اسانته دروازه‌بان را میگذارد. فردریک اسانته و در همین میان چگونه با فایده اسقاط خواهد بود در بازی بین خودی. یک مساوی و یک غلبه با فایده برچی نیز هست. این چهارمین بازی آنها میباشد. فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته برچی و گل. تماشابینان عزیز، برچی اجازه نمیدهد که اسقاط امروز آنها را شکست بدهد. از مرکز میدان اجرا کرده شد و اینجا دیلوور جمشیدزاده مؤلف گل شده است. تماشابینان عزیز، گفتم که در فوتبال همه چی شدنش ممکن است. اگر اسقاط در بازی با کلوب مرکزی برچی ارتش میگن در لحظه اخیر در دور گذشته مساوی را به خیر گرفته باشد، حالا برچی همین کار را با اسقاط میکنه. مساوی سفرزاده سیدمان پیروزی میکنه. خیر